سلام دوستای عزیز، اینجا کلیسای وانکه تو محله ارمنی‌های اصفهان، محله جلفا. همونجور که می‌بینین این سرتاسر این کلیسا پر از نقاشی‌های خوشگل که برگرفته شده از کتاب انجیل هست و یکی از بهترین جاذبه‌های توریستی اصفهان محسوب میشه. ببینین نقاشی‌ها رو. You see, things, objects, artifacts, paintings, and they are exactly what they appear to be. They never change. They never disappoint. There's a purity to beautiful things that I've never been able to find in another human being.